سلام و خوش آمدگویی دارم به شما از پادکست طبقه 5. خیلی خوشحالم که در اپیزود دوم برنامه گفتگو با چهره‌های ماندگار در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از تمام دوستانی که اپیزود قبلی رو دیدن و ما رو حمایت کردن در یوتیوب، لینکدین و اینستاگرام و تمام دوستانی که نرم افزار ما رو هم نصب کردن و از نظراتتون و پیشنهاداتتون خیلی ممنونم. انشالله که در کنار هم بتونیم که هر چه زودتر به اون نقطه مورد نظرمون در این نرم افزار برسیم و بخشای جدیدی داره بهش اضافه میشه به زودی که از طریق صفحه اینستاگراممون شما میتونید مطلع باشید. همچنین ازتون خواهش دارم که همین الان دکمه سابسکرایب یوتیوب رو بزنید، لایک کنید و کامنت بذارید که این تنها راه حمایت کردن از ماست. خانم خیلی خوش اومدید به طبقه 5. من میخوام برخلاف روال معمول گفتگوها نه از رزومهشون بلکه با یه سوال مستقیم گفتگو با شما رو شروع بکنم و سوالم این است که یه کارگر ممکنه طبق اندازه‌گیری‌های ما مواجهه زیر حد مجاز داشته باشه، اما آیا ممکنه که بدن او در همون شرایط آسیب بیولوژیکی هم دیده باشه خانم دکتر؟ عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهندس و خدمت تمامی افرادی که در واقع توی این اپیزود صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن. خوشحالم از این که این حرکت رو رقم زدید و از یک محیط اجرایی و کاربردی ما داریم حضور خودمون رو اعلام میکنیم، چون به هر حال حضور آکادمیک یه مقدار تفاوت داره با حضور اجرایی و من همیشه هر دو مدلش رو دوست دارم. یعنی هم دوست دارم که در محیط آکادمیک فعالیت کنم، هم در محیط اجرایی. که خوشحالم از این که شما منو دعوت کردین. تشکر میکنم. محبت دارین. انشاءالله که بتونم براتون مثمر ثمر باشم. سلامت باشین. واسه خوشحالیم در خدمت. خواهش میکنم. در ارتباط با سوالتون حتما این اتفاق میفته، یعنی من با یقین این قضیه رو عنوان میکنم. دلایل مختلف براش دارم. حالا شما شاید توی سوالای بعدیتون که از من میپرسید این دلایل رو بیشتر باز بکنم، ولیکن هیچ وقت حد مجاز حد سلامت انسان ها نیست. عوامل مختلفی در اون قضیه مربوط به سلامت درگیر هستن. بنابراین خطکش حد مجاز یک خطکشی است برای غربالگری. درست. برای اینکه شما بفهمین محیط کارت تو چه رنجیه. حداقل از کارخونه ها یا صنایع یا جایگاه هایی که حد مجاز رو رعایت نکردن بهتره. ولی این دلیل بر امن بودن مسیر نیست. من سعی میکنم که حالا توی سالهای بعدی که شما دارین اینو بیشتر باز بکنم. خیلی ممنون. پس خانم که میتونیم بگیم که زیر حد مجاز اویل بودن نشون دهنده زیرو ریسک نیست، یعنی هنوز ممکنه ریسک رو داشته باشیم. حالا شاید سوال بعدی من بتونه کمک کنه این بحث کاملتر کنیم که دو کارگر مثلا با شغل مشابه، ماده شیمیایی مشابه، حتی با عدد مواجهه مشابه ممکنه شرایط یکسانی رو تجربه نکنن از لحاظ سلامتی. درسته خانم دکتر؟ دقیقاً همینطور هستش. به خاطر اینکه در سمیت مواد شیمیایی خب عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. یکی از مهمترین مسیرهایی که سمیت رو تمرین میکنه برهم کنشیه که بدن با اون ماده شیمیایی داره. مثلا فرض کنین خب همه افراد یک کارگاه ممکنه یه مقدار ماده رو دریافت کنن، ولی این دریافت دلیل بر این نمیشه که جذب اون ماده در همه یکسان باشه. چون مسیر ریوی آدما، پوست آدما با هم متفاوته. بعد از مسیر جذب میرسیم به مسیر توزیع، باز توزیع متفاوته. به مسیر متابولیسم میرسیم که مسیر متابولیسم آنزیم هایی درگیرش هستند که بسیار تاثیرگذارن در سمیت. خیلی وقتا باعث سمزدایی و خیلی وقتا باعث سمیت زایی میشن. بله. این دو تا شمشیر دو لب است. به خاطر همین
خب همونطور که مثلا فرض کنید ممکنه رنگ چشم من و شما هر دو قهوه‌ای باشه ولی تم رنگ چشم من و شما متفاوته. بنابراین این آنزیم ها هم توی آدمای مختلف متفاوتن و بنابراین اون نقش سمیت زایی یا سمزداییشون رو متفاوت ایجاد میکنه و نهایتا دفع هم به همین شکل. یعنی شما کلا برهمکنش انسان ها نسبت به ماده شیمیایی متفاوته. به همین دلیل هستش که حالا درسته حدود مجاز نرم جامعه رو در نظر گرفته ولی خب اختصاصی تر اگر بخوایم نگاه بکنیم تفاوت بین آدم‌ها وجود داره و این باعث میشه که سلامتشون هم متفاوت تحت تاثیر قرار بگیره. حالا که شما مسیر علمیتون رو اگر درست بگم اگر اشتباه اصلاح کنید از شیمی و سمشناسی شروع کردید و بعد وارد حوزه بهداشت حرفه‌ای شدید. سوال من اینه که به نظر شما یک مهندس بهداشت حرفه‌ای واقعا چقدر باید سمشناسی بدونه و چه تأثیری داره توی این رشته؟ کاملا درست گفتین، یه تجدید خاطره کردین برای من بیسم شیمی بوده. دانشکده سمشناسی هم ما از اساتید بهداشت دعوت می شدن. من جا داره یاد کنم از استاد بزرگوارم که دانشجوییشو داشتم و به این قضیه بسیار میبالم بر خودم، آقای دکتر شاه طاهری بخش بهداشت ما رو درس میدادن و خب حالا مسیرهای دیگر. من میخوام یکم از این حالت علمی خارجش کنم، شاید جذاب‌تر کنم قضیه رو که اصلا چی شد من وارد بهداشت حرفه‌ای شدم. چون سمشناسی که تو کشور اجرا میشه مخلوطی از سمشناسی در رشته‌های مختلفه. درسته که محل استقرارش دانشکده داروسازی است ولی فقط به دارو نمیپردازه، بهداشت میپردازه، غذا میپردازه، غذا از لحاظ غذا بازداد یعنی مسیرهای مرگ و کمک به دادگاه ها، هم از لحاظ غذا بازدال که امنیت غذایی جزءش باشه و حالا سمشناسی های دیگری رو بهش میپردازه و خب بهداشت هم بخشیش هستش. بنابراین من با بهداشت از طریق دکتر شاه طاهری آشنا شدم ولی خب برای مسیر کارم خب پایان نامه من آنالیز دستگاهی بود و متبحر بودم در حد خودم با دستگاه‌های آنالیز دستگاهی، هم به واسطه خب اساتید بزرگواری که تدریس کرد و هم به واسطه پایان نامه. بعد اون زمان دانشگاه ایران در واقع خانم مهندس خیری توی آزمایشگاه مربوط به دانشگاه ایران فعالیت می‌کردن و حالا فکر می‌کنم مسئول فنی آزمایشگاه بودن. بعد دنبال کسی بودن که به آنالیز دستگاهی در واقع آشنا باشه. ایشون هم بسیار خانم فعالی بودن و هستن، جا داره که ازشون تشکر کنم. به هر حال با واسطه هایی من به ایشون وصل شدم و ایشون متوجه شدن که من آنالیز دستگاهی وارد هستم، منو وارد مسیر دانشگاه ایران کردن. خب خوشبختانه من رتبه در واقع نخبگی هم داشتم اون موقع. اول با طرح وارد دانشگاه ایران شدم، بعد به واسطه قوانینی که حالا اون زمان بود به صورت رسمی فعالیتم رو در آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه ایران که اون موقع آزمایشگاه رفرنس بود، نمیدونم الان همین اسم رو داره، شروع به فعالیت کردم. این ماجرا برای حدود مثلا 22 سال پیش هستش. بعد وارد اونجا که شدم، خب اونجا هم نیروهاشون خیلی زیاد نبود. شاید میشه گفتش که ما 3 نفر بودیم که آزمایشگاه رفرنس رو میچرخوندیم. بله. بخش دستگاهی رو به من سپردن، اون 2 دوست دیگر هم توی صنعت در واقع نمونه برداری و اینا انجام میدادن. منتها خانم حالا مهندس خیری و بقیه همکاران لطف داشتن به واسطه در واقع ارتباطی که ایجاد شده بود و کاهش نیرو از منم استفاده میکردن توی صنعت. یعنی میشه گفتش که من
هم بازوی آنالیز دستگاهیشون بودم، هم بازوی صنعتشون بودم. خب خودم هم علاقه‌مند بودم دیگه، با دکتر شاهداری هم که آشنا بودم، دکتر آذری هم تو این مسیر بهش اضافه شد. یعنی وقتی وارد کار شدم پروژه‌های مشترکم با آقای دکتر آذری گرفتم و همزمان با اینکه صنایع رو فعالیت می‌کردم میشه گفتش که از این دوتا بزرگوار هم یاد گرفتم. دانشجویی اینها رو هم تو اون زمان انجام دادم و خودم هم علاقه‌مندم، خدمتتون گفتم مطالعه زیاد می‌کردم دیگه. میشه گفت حل شدم توی بهداشت حرفه‌ای. آره، یعنی بعد از شاید 5-6 سال هیچ کس اصلا احساس نمی‌کرد که من تو دانشکده بهداشت و رشته بهداشت حرفه‌ای درس نخوندم. شاید بتونم بهتون با یک کم شک و تردید بگم که تمامی صنایعی که در جاده مخصوص هستن تمامش نه 90%شو من توشون فعالیت داشتم، حالا به شکل‌های مختلف. تجربه خیلی خاص. بله. شاید مثلا اگه دانشجوی بهداشت حرفه‌ای می‌شدم این تجربه در دست آره نمیشه، چون خودم الان تو دانشگاه هستم، ارتباط گرفتن با صنعت خیلی کار سختیه، ورود به صنعت کار بسیار سختیه. برای همین واقعا ما شرمنده دانشجویانمون هم هستیم که نمیتونیم به این شکل صنایع رو براشون ایجاد تجربه بکنیم، ولی خداوند به من لطف داشت، من هم اونجا دانشجویی کردم هم کار میکردم. این دوتا فرصت باعث شد که مثلا خب تجربیاتم نسبتاً بد نباشه دیگه. این مسیر بهداشت حرفه‌ای بود که من واردش شدم. انقدر که پرگویی کردم فکر کنم سوالتون یادم رفت. نه خیلی خوب بود. سوالمون این بود که بهداشت حرفه‌ای چقدر از سمشناسی بود؟ ببین تو این تجربه‌ای که من داشتم یکم میتونم دیدگاه انتقادی داشته باشم. بله خانم دکتر، خواهش می‌کنم. به نظر من بچه‌ها باید خیلی بیشتر از این که در واقع هستش فعال باشن، سمشناسی بلد باشن، سمشناسی رو تو زمینه‌های مختلف بلد باشن. سمشناسی توی 2 بیس در واقع چرخ میخوره، یکی بیس شیمی، یکی بیولوژی. شیمی رو بچه‌ها یاد میگیرن ولی بازم یکم توش میلنگن. حالا واژه به دنبال واژه بهتری بودم، یکم بهتر متبحرتر بشن. شیمی در واقع بخشی از عوامل شیمیایی در واقع رشته بهداشت حرفه‌ای است. کسی تا شیمی بلد نباشه نمیتونه مانور بده. و بیولوژی هم به همین ترتیب. بیولوژی که بسیار ضعیف کار میشه. متاسفانه. به نظرم یکم باید بچه‌ها بیشتر کار کنن. من انتظار اینو ندارم که هر بهداشت حرفه‌ای در واقع مستخرج یا خارج شده از دانشگاه همه رشته‌ها رو بلد باشه. نمیشه، به خاطر اینکه انقدر رشته‌های مختلف عمیقاً فرصت این وجود نداره تو هر رشته شما به اندازه کافی متبحر بشی. ولی انتظارم این هستش که کسی که علاقش به سمت ارزیابی‌های نمونه برداری، سمشناسی، کنترل و کلاً عوامل شیمیایی هست، خب باید بیشتر از بقیه بلد باشه. یعنی دیگه از این فرد سوالات سمشناسی بپرسی بلد نباشه، خب یکم جای ناامیدی داره و بچه‌ها به نظرم به خصوص اونایی که میخوان تو این سمت برن یه مقدار باید بیشتر تلاششون تو سمشناسی و شیمی حداقل بله بیشتر بکنه. موافقم. خب اگه اجازه بدید یه قسمتی رو ببینیم، برمیگردیم. تو این فاصله هم شما سابسکرایب کنید کانالو. با ادامه گفتگو در خدمتتون هستم. خب خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم با ادامه گفتگومون. من که داریم احساس میکنم میریم به سمت خود سمشناسی سوالاتمون و از شما شنیدیم از مسیر ورودتون به بهداشت حرفه‌ای و آقای دکتر شاهطاهری. من اینجا میخوام دعوت کنم از آقای دکتر شاهطاهری اگر ان شاءالله در اپیزودهای بعدی بتونیم در خدمتشون باشیم. یه دوره کوتاهی هم من افتخار اینو داشتم که دانشجو آقای دکتر بودم و باعث خوشحالی منه.
خانم که در برخی مطالعات من میبینم که حتی از هوای بازدم هم برای بررسی مواجهات استفاده میکنن. به نظر شما ممکنه در آینده با یک نمونه بازدم بدون خونگیری، بدون حتی در شرایط محل کار، بتونیم مواجهه کارگر رو بررسی کنیم؟ آیا به همچین آینده‌ای داریم نزدیک میشیم یا نه؟ من فکر میکنم ارزیابی بیولوژیک که حالا بازدم بخشیش هست بله در حال پیشرفته و باید اصلا وارد اجرا بشه. حالا باز اگر که لازم شد من تو سوالاتتون بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم. خب نمونه بازدمی چون کمتر تهاجمیه بیشتر مورد علاقه است، ولی بعدیش این هستش که فقط در مورد ترکیبات فرار میشه این کار رو انجام داد، ولی حداقل در مورد ترکیبات فرار نمونه خوبی است. کلا نمونه ارزیابی بیولوژی خب با چالش بیشتری نسبت به نمونه هوا در ارتباط با اندازه‌گیریش مواجه هستیم. برای همین شاید خیلی روتین شدنش با زمان در واقع زمان بر بوده و نشده، ولی باید به این سمت بریم. حالا خدمتتون تو سوالات بعدی باز سعی میکنم بیشتر توضیح بدم. باید به سمت ارزیابی بیولوژیک رفته بشه برای اینکه بتونیم به نتایج بهتر و واقعی تری یعنی شما فکر میکنید این آینده خیلی محتمله؟ بله. به سمت بیولوژیک. بله. خانم که الان خب کارگرها خب تو دنیای واقعی با یک عامل مواجهه ندارن. ممکنه حلال باشه، فلز، صدا، گرما و عوامل مختلفی. چرا به نظر شما هنوز بخش زیادی از ارزیابی‌های ما اینا رو جدا جدا می‌بینه و هنوز انگار به اون نقطه نرسیدیم که با هم اینا رو ببینیم؟ دلیلش این هستش که خب ما انتهای ارزیابی قراره با یه حدود مجاز اینها رو مقایسه کنیم و حدود مجازهایی که تا به الان تعریف شده حدود مجاز برای تک تک آلاینده است، یعنی به صورت میکسچر اینها رو ندیده. البته تو مقالات شما نگاه بکنی همچین دیدگاهی وجود داره. من خودم از این دیدگاه استفاده کردم، ولی متاسفانه تو مجامع بین المللی تو وزارت بهداشتمون همچین دیدگاهی وجود نداشته. ولی باز این یکی از مسائلیه که باید پیشرفت به سمتش وجود داشته باشه. یعنی ما باید حدود مجازهایی تعریف کنیم که حداقل آلاینده هایی رو که همراه با همن، مثلا چند تا ماده‌ای که همراه با همن یا یک عامل زیان آور با یک عامل زیان آور دیگر، اینها براشون حدود مجاز تعریف بشه. حدود مجاز تعریفش کردن هم در واقع اون عامل بیولوژیه رو که در ابتدای صحبتم خدمتتون گفتم لازم داریم. یعنی کسی که میخواد حدود مجاز تعیین کنه هم باید بتونه تعیین غلظت مناسبی از آلاینده داشته باشه، یعنی بخش شیمیش قوی باشه، هم بتونه افکت رو خوب ببینه که باید بخش بیولوژیش قوی باشه. که ما باید همچی دیدگاهی رو تو دانشگاه‌های کشورمون داشته باشیم، تو وزارتخونه‌مون داشته باشیم. الان وزارتخونه ما بیشتر به سمت این هستش که از حدود مجازی که در مجامع بین‌المللی دیگه استفاده در واقع تولید کرده استفاده میکنه. انشالله ما به در واقع درجه‌ای برسیم که خودمون پیشنهاد دهنده این میکسچرها باشیم و یه در واقع تریگر به مجامع بین‌المللی هم بدیم که این بخشی از قضیه است. این دیدگاهی هستش که باید حتما درش پیشرفت ایجاد بشه. حالا که شما تجربه فعالیت و مدیریت در حوزه آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای رو داشتید، همونطور که خودتون هم فرمودید، اگر بخواید فقط یک اشتباه بسیار مهم رو نام ببرید که میتونه کل نتیجه یک آزمایش رو زیر سوال ببره، اون چه اشتباهی میتونه باشه؟ ببینین کلا بحث ارزیابی نمونه ها دو بخشی میشه دیگه. من بیشتر تو تخصص خودم که عوامل شیمیایی هست پاسخ ها رو میدم. تو بخش عوامل شیمیایی دو بخش دیگه، یه بخش نمونه برداری، یه بخش آنالیزه. بخش نمونه برداری اگر که کنترل هایی که تو متد ها گفته شده اجرا بشه، یعنی توجه بشه بهش، نمونه برداری کسی که داره نمونه برداری انجام میده توجه بکنه بهش، هیچ وقت اشتباهی توش پیش نمیاد مگر اینکه توجه نشه. یعنی خطاها وقتی پیش میاد که توجه نشه. من راستش بخواین بیشتر در واقع اشتباهات رو تو بخش آنالیز میبینم. چون کنترل هایی که تو آنالیز هست باز اونجا هم کنترل داره. ولی اگر که فردی اون کنترل ها رو به خوبی اجرا نکنه،
اصلا متوجه خطا نمیشه تا آخر سر با همون خطا داره، با همون خطا پیش میره. بعد میبینه یه عدد عجیب غریبه، بله، با اون عدد عجیب غریب میفهمه که خطا کرده، یعنی تا آخرش متوجه نمیشه. انتهای فرآیند متوجه. دقیقاً این هستش که من بخش آنالیز رو یه مقدار در مورد خطاهاش بیشتر میبینم. حالا اگه اختیار داشتید در این زمینه که یکی از بخش‌های سیستم‌های آزمایشگاهی بهداشت حرفه‌ای رو ارتقا بدید، حالا کنترل کیفیت، استانداردسازی نمونه برداری، آموزش نیرو، تجهیزات یا مدیریت داده، کدوم انتخاب می‌کنید خانم دکتر با توجه به شرایط حال؟ من خیلی دوست دارم که این سوال شما رو همون گزینه‌هایی که گفتی جواب بدم، ولی میخوام گزینه دیگه اضافه کنم. آره میخوام یه چیز نواقع که خودم بهش فکر کردم رو اضافه کنم، بعد اگر که لازم دیدین تو گزینه‌های شما هم باز بیشتر صحبت می‌کنم. ببین به نظر من الان سیستم آزمایشگاهی که تعریف شده خب بین 3 سطح 1 و 2 و 3 هست و البته این با هدف خاصی من مطمئنم طراحی شده ولی به اون هدف نرسیده. خب هدف به نظر من این بوده که کسی که آزمایشگاه سطح 3 میگیره فعالیتش با سطح 1 فرق داشته باشه. ولی الان ببین درسته که مثلا کسی که سطح 3 تو کل کشور میتونه فعالیت بکنه، ولی از لحاظ کیفیت و کمیت داده های تفاوتی وجود داره. به نظر من زیاد نیست، اگه هم هست حدیه که معنیدار نیست به نظر من از لحاظ آماری. بنابراین اگر من بخوام کاری بکنم من سیستم تعریف 1 و 2 و 3 رو تغییر میدم. درسته. کاری که میکنم حالا کل کشور رو یه جورایی هم میشه زیرابیش رو مثلا فرض کن اگه معاونت یه منطقه بخواد میتونه کاری کنه که سطح 3 منطقه دیگه نیان اونجا. حالا یه ذره شاید مثلا این حرف حاشیه ساز بشه ولی میشه این کارو کرد. بنابراین عملا اون سطح 3 به هدفش نرسیده. من میام سطح 3 رو طوری تعریف میکنم که امکان انجام فعالیت‌های تخصصی تر توش باشه رو به سطح 3 میدم. دقیقاً. حالا مثلا فرض کن چک کردن دستگاه‌ها فقط کافی نیست. یعنی آمار فعالیت‌هایی که انجام داده کافی باید بررسی بشه. مثلا فرض کن ممکنه یه سطح 3 باشه توی مناطق خوبم بره نمونه برداری و کار انجام بده ولی اصلا از دستگاهش استفاده نکنه. مثلا به برون سپاری بکنه. دقیقاً. ببین یعنی من میخوام اینجوری بگم بهتون که کیفیت فعالیت ها باید یه جوری باشه که اگر اتفاقی تو کشور میفته ما بتونیم به سطح 3 تکیه کنیم. من حتی از دانشگاه خودمون شروع میکنم. دانشگاه‌های خودمون ببین الان خب ما یه سیستم انقباضی تو کشورمون داریم. مجوز سطح 3 با نیروهای موجود داره انجام میشه. درسته من مثلا فرض کن 4 تا 5 تا کارشناس دارم ولی کارشناس من اونقدر گرفتار مسائل آموزشیه نمیتونه برای سطح 3 اونقدی وقت بذاره که مثلا یه کار یونیک انجام بده که مثلا یه مشکلی تو کشور پیش اومد، مثلا فرض کن یه حادثه یه جای اتفاق افتاد که بالاخره ماها باید بدونیم که اون حادثه چی بوده، ماده شیمیایی چی بوده، ماها باید حلش کنیم. که این قابلیت تو سطح 3 کشور وجود نداره چون اون قوانینی که تعریف شده به کیفیت گرایی نمیرسونه سطح 3. به قول فرمایششون شاید خیلی کار میکنن برون سپاری میکنن سطح 3 اتفاق دقیقاً. همین که حالا من برداشتی که از خدمات از آزمایشگاه ها دارم ارائه خدماته. خب این خدمات میتونه خدمات ارزیابی باشه، میتونه خدمات کنترلی باشه. من مثلا فرض کن به جای سطح 3 میدم که خدمات کنترلی بکنه. چرا الان مثلا ما همه رفتیم سمت ارزیابی های روتین؟ چرا مثلا این ارزیابی های بیولوژیکی که الان ازش صحبت کردیم صحبتش تو کشورمون نیست؟ خب همینجوری باید ارتقاش بدیم دیگه. باید مثلا سطح 3 رو کیفیت گرایی بکنیم تا اینکه مثلا یا اینکه سطح 3 داشته باشیم. تا اینکه من از فرمایش شما برداشت می‌کنم بعضی از سطح 3 سانتر یک آزمایش‌های خاصی باشن تخصصی اونجوری کنن و یه مشکل خاصی رو بتونن تو شرایط ویژه برامون حل کنن. دقیقاً. و حالا این مجوزها هم پایش دائمشون به این شکل باشه. ببینید حالا در همین ارتباط
شاید پیشنهاد من یکم آرمانگرایانه است، به خاطر اینکه ما الان دولتمون داره سیستم انقباضی رو پیش میبره، ولی خب از تجربیات جاهای دیگه میتونیم استفاده کنیم که دارن همچی چیزی رو. به نظر من یه آزمایشگاه مرکزی باید وجود داشته باشه که این آزمایشگاه مرکزی تحت کنترل وزارتخونه و چیز باشه، مرکز سلامت محیط و کار باشه و نیروهای اونجا مستقر باشن به شکل هیئت علمی. درسته. یعنی ببینین شاید مثلا سیستم الان وزارتخونه هم انقدر نیروهاش مثلا کمن، محدودن، بتونن چیزای دیگه رو ساپورت کنن. مثلا نمیتونن که بیان حالا کار آزمایشگاه به این شکل که ما میگیم داشته باشن، در حالی که سیستم داروغذایی کشور اینجوری نیست. سیستم داروغذایی کشور اونا هم همینجوری آزمایشگاه‌های ارائه خدمات دارن که مثلا غذای کشور و حتی تولیداتی رو که حالا صادر میشه رو تحت کنترلشون دارن و اتفاقات خیلی زیادی افتاده. من به واسطه دوستام خبر دارم، مثلا فرض کنین تو ماجرای صادراتمون پیش میاد خیلی کشور به مشکلاتی برخورد میکنه که همین آزمایشگاهش حلش میکنه، اتفاقا همین آزمایشگاه خصوصی حلش میکنه. درسته. ولی آزمایشگاه مرکزی دارن که اون آزمایشگاه مرکزی هم تحت نظر سازمان داروغذایی، این تحت نظر معاونت ها نیست. مثلا فرض کن اونجا چارت سازمانیشون اینجوری تعریف شده که به این شکل پایش میکنن آزمایشگاه. همینجوری شما فرمودید مثلا یه سانتری دارن که اون سانتر فقط پستیساید انجام میده. خب اون پستیساید فقط جی سی مس لازم داره. خب دیگه لازم نیست بره جی سی اف آی دی بگیره. دقیقاً. ولی همه پستیسایدهای کشور میره اونجا. چرا ما همچین سانتری واسه بهداشتمون نداریم؟ چرا کشاورزای ما بندگان خدا پایش نمیشن؟ به خاطر اینکه نداریم همچین سانترهای دیگه، چون اینا دستگاه‌های پیشرفته میخوان. من با این دیدگاه و میگم شاید یکم رویاگرایانه است، چون الان وزارتخونه ما سیستمش انقباضیه، این تولید یه مرکز جدید، یه سازمان جدید اصلا شاید امکان پذیر نیست. با همین نیروهای موجود هممون داریم کار میکنیم. مثلا فرض کنید هم چون مشکلات دیگه داریم نمیتونیم اون کار رو به خوبی انجام بدیم. ولی اگر که مثلا سیستم کشورمون یکم از این حالت انقباض گرایانه در بیاد و به این سمت بریم، فکر کنم میتونه خیلی کمک خیلی بزرگی به جامعه بهداشت باشه. بله دقیقاً. خیلی ممنون خانم دکتر. حالا سوال بعدی رو اینطوری بپرسم خانم دکتر، فکر میکنم به مطالعات شما هم یه مقدار مربوط میشه. این سنسورهای دایرکت ریدینگ در واقع تجهیزاتی که هست، به نظر شما در نهایت میتونن جای روش‌های کلاسیک نمونه برداری رو بگیرن؟ جاشو نمیتونن بگیرن، ولی میتونن متعادلش کنن. میتونن مثلا فرض کنیم چون به هر حال ما وقتی اثرات رو تو محیط کار میخوایم، اثرات مزمن رو میخوایم، اثر طولانی مدت رو میخوایم، TWI رو میخوایم، میشه دستگاه ها رو یه جوری در واقع به صورت مستقر قرار داد، آنلاین بخونه، با همین روش‌های در واقع دیجیتال هم بتونه به اون 8 ساعتی که میخوایم، حالا یا بر اساس همون قانونای نمونه برداری تعمیمش بده. ولی کن زمان بره. چون که یعنی به این زودی این اتفاق نمیفته، ولی میتونه باز یه جایگاه پیشرفت در زمینه بهداشت حرفه‌ای باشه. فعلا که به این زودی من نمیدونم. نمیشه به شما میگم. نه نمیشه. فعلا در همون حد که بتونه حالا یه نشتی رو تشخیص بده، هشدارهایی رو بده. آره در این حد فعلا به نظرم هست تا بکنم نسل‌های بعد از ما. انشالله که به همین شکل باشه. یه قسمتی رو مجدد با هم ببینیم، برمیگردیم ادامه گفتگومون رو با خانم دکتر ادامه خواهیم داد. خب خیلی خوش آمدید، برگشتید پیش ما. ممنونم. امیدوارم که تو این فاصله سابسکرایب و کامنت و لایک کرده باشین. تنها راه حمایت از ماست و شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. خانم دکتر میخوام به یک سوالی برسم و شما خواهش کنم که
خیلی ساده و قابل در واقع فهم برای متخصصین بهداشت جوان مخصوصا. این توضیح راجع به روش‌های محاسباتی این سیلیکو بدین توی سم‌شناسی. چی هست؟ چی میخواد؟ چه کمکی میخواد به ما بکنه؟ خب الان دیگه داریم وارد دنیای دیجیتال میشیم و من میبینم که خیلی از کارا دیگه داره به سمت دیجیتالی شدن میره. در علم سم‌شناسی هم مستثنا نیست. این قضیه میتونه اتفاق بیفته. البته قبل از اینکه تعریف بخوام بکنم از این سیلیکو، از دیدگاه من و حالا خیلی از مطالعات هیچ چیز جای آزمایشگاه رو نمیگیره. ولی به هر حال به خاطر سیو شدن زمان و دور نموندن از دنیای واقعی و دیجیتال باید به این سمت رفت. خب فقط اگه من بخوام در مورد سم‌شناسی بگم، حالا بحث ارزیابی آنالیزم دیگه واردش نمیشم که پرگویی بشه. در ارتباط با سم‌شناسی خب خیلی از اهداف ما این هست که ما بتونیم خطکش‌هایی رو در سم‌شناسی تعریف کنیم که با کمک اون خطکش‌ها نقاط امن رو پیدا بکنیم. این خطکش‌ها وابسته است به اینکه ما یه سری اثرات رو بتونیم بررسی کنیم، که اثراتی که اون ماده در بدن بر جای میذاره. خب خیلی الان روش‌هایی وجود داره که فقط با کمک ساختار شیمیایی ماده میشه پیش بینی کرد که این خطکش‌ها کجا میتونه قرار بگیره و این میشه در واقع شروع این سیلیکو که از روش‌های آمار و ریاضی، مدل سازی دقیقاً مدل‌های مختلف استفاده میشه برای اینکه این پیش بینی اتفاق بیفته. تو هر پیش بینی شما یه ماتریس ورودی نیاز داری، یه ماتریس خروجی. ماتریس ورودی اینجا میشه خصوصیات شیمیایی ماده. خصوصیات شیمیایی مثلا فرض کنین قدرت پیونداش چجوریه، قطبیت تو کجای مولکول هست، چقدر این قطبیت، چطوری میتونه پیوند هیدروژنی تشکیل بده، چون اینا همه اساس برهم کنش با مولکول‌های بدن و در نتیجه ایجاد دیگه افکتیه که ما تو ظاهر می‌بینیمش. پس این میشه ماتریس ورودیمون. ماتریس خروجیمون هم میشه همون خطکش‌ها که حالا بسته به هدفی که وجود داره این خطکش‌ها میتونه متفاوت باشه. بعد با روش‌های مدل سازی این دوتا ماتریس به هم دیگه ارتباط داده میشن. حالا دیگه روش‌های آماری و ریاضی اینم که به اندازه خودشون دارن پیشرفت میکنن، ولی کلیت روش‌های این سیلیکو توی سم‌شناسی به این شکل. فکر کنم یه مقاله هم دارین در من یه مقاله ریویو داشتم که کلا روش‌های این سیلیکو رو تا حدودی خب ترجیح هم دادم که توی یه مجله فارسی رو چاپ کنم که مجله دانشگاه تهران، مجله بهداشت و ایمنی کار اگر آره عنوانش رو بگم حضور ذهن داشته باشم. اون چاپ کردم، هدفدار بود چیزم که فارسی باشه که بیشتر بهش مراجعه بشه از طرف ایرانی‌ها. واقعا هدفدار اینو چاپ کردم تو مجله فارسی و حالا کارایی هم دارم و کارایی هم انجام دادیم. مثلا فرض کنین کارهایی که مد نظر دارم، ما الان خلایی تو حدود مجازامون داریم. خیلی از مواد شیمیایی هستن که حدود مجازی تو جوامع بین‌المللی نداریم و متاسفانه سردرگمیم تو اون صنایع. من دارم تلاش میکنم تو این زمینه کاری انجام بدم. در زمینه تفسیر داده های حاصل از در واقع دستگاه ها مثل FTIR اینا یه سری کارا داشتم اگر درست حضور ذهن داشته باشم و پیشبینی باز سمیت مواد در جایگاه های مختلف بدن، یه سری مواد شیمیایی که در کجای بدن میتونه تأثیر بذاره باز یه کاری داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم اینجوری. پس ما یه قسمتی در مجله‌مون داریم و تو اپلیکیشن داریم که مقالات رو میذاریم. من خواهش میکنم که مقالات مربوط به این سیلیکو رو در اختیار ما هم بذارین، لینکاشو که برای دوستانمون هم بذاریم مطالعه کنم. فکر میکنم با توجه به قول فرمایش شما حال حاضر که اینترنت و AI و در واقع شبکه‌های مجازی هوش مصنوعی داره زیاد میشه، اینا میتونه در آینده خیلی کمک کننده باشه. دقیقاً. حالا فکر میکنم این سوالو تقریبا توی پاسخاتون بود ولی باز من میپرسمشون، برای خودم هم مهمه.
خب شما هم دانشگاه رو دید، هم پژوهش، هم فضای کاربردی در صنعت. چرا بعضی از تحقیقات بسیار خوب دانشگاهی در نهایت هیچ تغییری نمیتونن ایجاد کنن در عمل؟ من موافق نیستم با این جملتون. ببینین کلا کارهایی که تو دانشگاه انجام میشه، خب به هر حال دانشگاه آکادمیک داره فکر میکنه. خیلی از فعالیت‌های زود پاسخ‌ده نیستن. مثال بزنم براتون. ببین در ارتباط با همین سنسورایی که شما تو سوالات قبلیتون بود، خب یه پیشرفتی در ساختار این در واقع حالا اجزایی که باید سنس کنن ماده رو باید پیش بیاد که بتونی یه سنسور خوب ساخته بشه. مثلا فرض کنیم این سنسور جایگاهش که مواد شیمیایی رو تشخیص میده میتونه یه ترکیب نانو باشه. خب نانو به اندازه خودش تا حالا پیشرفت کرده. الان دارن روی شکل ترکیبات نانو فکر میکنن که مثلا نانو اگه میله‌ای باشه، اگه مثلا منشوری باشه، اگه فلان باشه بهتر عمل میکنه. بنابراین با یه پژوهش نباید به این انتظار داشته باشیم که هر پژوهشی پاسخش رو هم موقع بده. پاسخش رو باید طی زمان بده و ما نباید عقب بیفتیم. من کاملا موافق هستم که کارهایی باید نتیجه دار در لحظه وجود داشته باشه، یعنی باید میکسی از کارها باشه. ولی کارهای بنیادی هم باید وجود داشته باشه، یعنی ما نباید توی رتبه بندی بین المللی عقب بیفته کشورمون و اونا فقط با همین چیزا بالا میره. یا همین پیشرفتایی که خدمتتون گفتم که مثلا فرض کن ترکیبات نانو بهترن، حالا دارن رو شکلشون کار میشه، حالا چیزای دیگه. من مثال زمینه ساز یک پیشرفتی در آینده میخوام. دقیقاً. حالا این پیشرفت رو ممکنه مثلا فرض کنید منتها بدی جامعه ایرانی اینه که این پیشرفت‌ها رو شاید کمتر ازش استفاده میکنه. مثلا هدف ما ساختن یه سنسور شاید نباشه. هدف ما فقط اینه که مثلا پیشرفت بدیم تو اون جزئی که ماده رو میشناسه، این تو اون جزئی که سنسور ازش داره استفاده میکنه. ولی خوبه کارایی هم تعریف بشه که هدف قاییش هم تو کشور خودمون اجرا بشه. مثلا همین تهیه سنسور یا چیزای دیگه پیشرفتشو خودمون اینجا. بله. خانم دکتر سوال بعدی رو اجازه بدید این شکلی بپرسم ازتون که اگر امروز یک دانشجو بهداشت حرفه‌ای روبروی شما بشینه و بگه در واقع از شما این سوال بپرسه خانم دکتر چه چیزی یاد بگیرم که 5 سال دیگه یک متخصص معمولی نباشه، چه پاسخی بهش میدید؟ ببین من 2 تا پاسخ بهت میدم. یه پاسخ تخصصی بهت میدم، یه پاسخ در واقع مهارتی بهت میدم. در ارتباط ترجمه میدم مهارتی رو بگم چون مهارتی خیلی مهمه. ببین تعامل یک صبر و بردباری. درسته. این 2 تا گزینه رو به نظر من آدمایی که میخوان پیشرفت داشته باشن تو زندگیشون باید داشته باشن. درست. اگه نداشته باشن، عالم‌ترین آدم دنیا هم باشن، به اون جایگاهی که میخوان از دیدگاه من نمیرسن. بنابراین من توصیه میکنم که یاد بگیریم چجوری تعامل با هم دیگه برقرار بکنیم. حتی اگه لازم باشه کلاس بریم، ولی کلاساش فقط این نباشه که بگیم ما کلاس رو رفتیم ولی هیچ چیزو اجرا نکنیم. تأثیری گذاشته باشه. آره. یه تأثیری اصلا خیلی وقتا آدم توی اتفاقاتی که تو زندگیش براش میفته یاد میگیره تعامل بگیره. این 2 تا گزینه رو از لحاظ مهارتی بهتون میگم. از لحاظ تخصصی هم به نظر من بیس سمشناسی، شیمی و بیولوژی. یعنی این 2 تا رو اگر بلد باشی سمشناسی رو بلد. طبعا جزء علاقه‌مندی خودم هم هست خانم دکتر، سعی می‌کنیم توش مطالعه داشته باشیم. حالا این سوال این شکلی پرسیدم، سوال بعدی هم اجازه بدین با همین تم بپرسم. الان سال 1405 هستیم، 10 سال دیگه 1415 اگر بنده دوباره خدمت شما برسم برای مصاحبه، فکر می‌کنین که کار یک متخصص بهداشت حرفه‌ای چقدر با امروز متفاوت شده؟ حالا امیدوارم 10 سال بعد من بتونم اینجا فعالیت کنم. قطعاً سلامت باشید، ما در خدمتتون باشیم. خواهش می‌کنم. ببین من جواب این سوالتو اینجوری میدم، به 10 سال قبل یا همون 20 سال قبل که توی یکی از سوالاتت بهش اشاره کردم اصلا وضعیت ارزیابی آلاینده به این شکل نبود. یعنی
در این حد بود کشور. من فکر کنم تو جوابم بهتون گفتم که مثلا ارزیابی کسی دنبال این بودن که کسی بتونه با دستگاه کار کنه ارزیابی رو پیش ببره، ولی الان ماشاءالله انقدر شرکت‌ها تو این زمینه پیشرفت کردن اصلا همچین نیازی نیست تو کشور، یا اگه هست کمه. پس بنابراین من این تفاوت رو در طی 20 سال تجربه کردم و واقعا متفاوت بود. یعنی دیدگاهی که در ارتباط با ارزیابی آلاینده هست، من از اسم اساتید بزرگ گفتم، باز اینجا هم لازم میدونم از دکتر فرشاد هم یادی بکنم، چون آزمایشگاه رفرنس رو اگر من به اشتباه از نشنیده باشم، چون خودم من فکر کنم همین باشه. بله، آقای دکتر فرشاد اونجا رو شروع کردن، بعد دیگه یواش یواش تو کشور پیشرفت کرد و واقعا دیدگاهشون خوب بوده. یک جایگاه مرکزی ایجاد کردن، اونجا یکم رشد کرد، بعد این تو کشور سرایت کرد. خیلی فرق کرده الان با 20 سال پیش. من مطمئنم تو 20 سال بعدم همچین تفاوتی رو میبینم. حالا این تفاوت رو تو 2 تا گزینه میبینم من. یا فکر میکنم مثلا 20 سال بعد کنترل به این جایی که الان ارزیابی رسیده میرسه. بله. و امیدوارم ارزیابی به سمت ارزیابی بیولوژیکی که صحبتشو کردیم برسه. من تو این 2 تا گزینه امیدوارم اتفاقات با حضور اساتید مثل شما یه اتفاق بیفته. خیلی جالبه برای من که توی گفتگوهامون همیشه از اساتید یاد میشه و من فکر میکنم تمام بیننده های ما هم اینو در واقع مد نظرشون دارن که جایگاه اساتید، هیئت علمی های محترم و دانشمندان رشته ما چقدر اهمیت داره. ان شاءالله که همیشه حضور داشته باشین و کمک کنید به این مسیر. ان شاءالله. یه سوال چالشی هم بپرسم، چالشی که نیست، یعنی یه خود متفاوت نسبت بحث علمیمون. خانم دکتر امروز دوباره در ابتدای مسیر دانشگاهیتون بودید، همین مسیر رو انتخاب می‌کردید؟ همین مسیر رو انتخاب می‌کردم. از لحاظ علمی اگر بخوام فکر کنم به قضیه، آره رضایت دارم کاملا از مسیری که توش قرار گرفتم و خداوند همیشه بهم لطف کرده تو مسیر حالا دانشگاهی و کاری و علمی. آره اصلا تغییر نمیدادم. ولی از لحاظ فردی شاید یکم تغییرش میدادم، ولی از لحاظ علمی خیلی ممنونم خانم دکتر از پاسختون. یه قسمت کوتاهی رو ببینیم با بخش انتهایی مصاحبهمون با خانم دکتر زنده دل، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خدمتتون خواهیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما بودین. این مصاحبه رو هم به صورت ویدیو در یوتیوب، آپارات و همچنین فایل صوتیش رو در پادگیرایی مثل کست باکس خواهید شنید و خوشحال میشم که نظرات شما رو مثل همیشه داشته باشیم و کمک کنید به ما در بهتر شدن این مجموعه ویدیوهای مصاحبه با چهره‌های ماندگار رشته بهداشت حرفه‌ای. خانم دکتر برای یعنی بخش پایانی سوالاتمون میخوام از ترند روز شبکه‌های مجازی دور نمونم، 10 تا سوال بپرسم، شما بین گزینه‌ها انتخاب کنید. حتما باید یک گزینه رو انتخاب کنید. اگر گزینه خاصی اضافه کنید هیچ ایرادی نداره. یا مثلا هر دو تاشو انتخاب کنید. هر دو تا رو هم میتونید انتخاب کنید. خانم که کاملا در اختیار شماست. نمونه برداری هوا یا بیو مانیتورینگ؟ بیو مانیتورینگ. جی سی یا اچ پی ال سی؟ جی سی. آزمایشگاه یا صنعت؟ هر دو. تجربه یا مدرک؟ تجربه. مقاله زیاد یا یک پژوهش اثرگذار؟ هر دو. سمشناسی آزمایشگاهی یا این سیلیکو؟ آزمایشگاهی. هوش مصنوعی فرصت یا تهدید؟ فرصت هست، ولی به شرط اینکه به خوبی ازش یک ماده شیمیایی که هر متخصص بهداشتی باید سمشناسی رو خوب بلد باشه؟ ترکیبات آروماتیک. و در نهایت آینده بهداشت حرفه‌ای رو در یک کلمه؟
حرکت، یک کلمه گفتم. بله خیلی هم عالیه. حرکت. متشکرم خانم دکتر. من از طرف خودم و تمام در واقع دنبال کننده های مجله طبقه 5 لوحی رو خدمتشون تقدیم بکنم به پاس اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. این همه سال از تجربیات شما و علم شما دانشجو استفاده کردم و امروز تونستیم که از صحبت‌های بسیار ارزشمند شما استفاده بکنیم. ان شاءالله که بازم بتونیم در آینده در خدمت شما باشیم و از دانش شما استفاده بکنیم. خواهش می‌کنم. محبت دارین شما. خیلی لطف کردین آقای مهندس بابت اینکه من رو به عنوان بخشی از فعالیتی که شروع کردین در نظر گرفتین. منم به احترام این لوحی که شما دادین و ارزشی که برام داره ترجیح میدم بایستم از شما تشکر کنم. امیدوارم که این در واقع آخرین کامنتی رو که توی صحبتامون داشتیم حرکت رو بدونم لوحه خودم قرار بدم و حرکت به سمت پیشرفت در بهداشت حرفه‌ای رو با همراهی شما داشته باشم. خیلی ممنون خانم دکتر. لطف فرمودین. دست شما در نکنه. خیلی لطف کردین. دستتون در نکنه.